امروز هم خواستم بیایم از چهارراه سرای شمالی براتون برنامه داشته باشیم. یگان روزا می دیگه آب زرده. ما میپیشیم برادر بیادر آب زرده که میخوریم ما وسیب ما خدا کار بار ما در چل است اگر. در چل. شکر خدا سا. در چلش یعنی چی؟ یعنی میچله. بیروبار سرای شمالی چطور شده؟ والا بیروبارش خوب است دیگه، مردم سرگردان و پریشان است است برون مردم هم مزهش نیست، اقتصاد مردم خیلی ضعیف است. با نام یاد خدا، سلام عرض ادب نثار شما خوبان، آرزو میکنم هر کجا این دنیا که زندگی میکنید خوش و خوشبخت باشین. محبت به کامتان باد، همیشه لبخند بر لب داشته باشین. شما را خوش آمدید میگیم به برنامه ما، به گزارش ما از چهارراهی سرای شمالی، بازار سرای شمالی. شما هموطنان عزیزم که ما را بیننده هستین از چینل یوتیوب موج، چینل ما را سابسکرایب کنید، کامنت بتین، لایک، شیر یادتان نره. همیشه وقت همراهی شما عزیزان برای من انرژی میبخشه، من بهترین برنامه ها را براتون آماده میسازم. امروز هم خواستم بیایم از چهارراه سرای شمالی براتون برنامه داشته باشم. چهارراه سرای شمالی تغییرات آمده و دستفروشانشان هم همچنان خیلی خوشحال هستند. رفت آمد بر روی ترافیک باز است، خیلی عالی جای است. من خواستم که گزارش داشته باشم از بازار سرای شمالی. مرا تا آخرین دقایق گزارش همراه باشین. میریم بخیر به بازار سرای شمالی ببینیم که از چی قرار است در سرای شمالی. سلام لالا، خوب هستی؟ خوب است. چی حال داری؟ بخیر است. انار کجاست؟ انار قنداره. نام چیست؟ نام سجاوید. سیر چند است انار؟ سیرش 240 نفر. انار قندار هم است، انار تگاب هم است پیدا شده؟ آها انار تگاب هم است. آها. تو تنها انار قندار ما انار قنداره آوردیم. چطور از فروشات تا؟ والا شکر الحمدلله از بیچ کده خوب. بازار سرای شمالی بدلتان شده؟ نه خود نمیمونه 60 روان. از کجا صدا دار چراک چند؟ آه از 60 کجا 60 روان. پیام چیز بیادر جان؟ پیام هم میست کار بار ما شور شود، کار غریبی پیدا شود. غریبی نیست، کار نیست، اوقلا نیست زیاد. یک روز میارم 5 روز سودا میکنم. یک روز میاری 5 روز سودا؟ یک روز میارم 5 روز سودا میکنم. خرید نیست؟ خرید نیست. خب مردم هم بیچاره از دیگه چیزی ندارن. یعنی مردم هم پیسه نداره که یک روز بیاریم 5 روز سودا میکنم. یگان تو مرا آرمی دل خود تسلی میدن. آه دیگه بیاز هم تو راست. سلامت باشی لالا. بخیر باش. بخیر باش. داریم وطندارا پیش میریم. یک لالا این بود صدا داره میگه چارک چند است. تو بیا پیش همون چارک چند بریم پیدایش کنیم سعی کن. مسیر تا چپ نکن دیگه، تو بیا اینجا. تو بیا اینجا نه. تو بیا. چارک چند است؟ مست پرسال میکنه. خودش انار سودا میکنه، آمد از اینجا صدا میکنه که چارک چند است. میبینین وطندار عزیز، چهره جدید، چهره بیروبار، چهره پرشور سرای شمالی که خیلی عالی شده. فصل زمستان نزدیک است و بوتای لیلامی هم کراچی هاش خیلی زیاد است در سرای شمالی. شما عزیزانی که میخواین بوتای لیلامی هم بخرین، خرید کنین و دلتان موزه بیاین سرای شمالی. یک رقم سر صدا شور مشهور است، کراچی ها هیچ آرام نیستن. نمیفهم که چی گپ است، چی گپ شده باشه. وطندار عزیز، گفتم که بوتای لیلامی هم از سرای شمالی کراچی هاش است. سلام لالا، خوب هستی؟ چی حال داری؟ خوب هستی؟ شکر بده. نام چیست؟ نام سمیع الله. سمیع الله؟ بله. حالا سمیع الله نگویم من. گپ نیست. سلامت باشی. بوت لیلامی سودا میکنی؟ بله آبی. بازار چطور از بازار؟ حالا شکر میگذره. خوب است از. مردم دیگه اقتصاد ضعیف هستن، میخرن دو جوره سودا میکنن. روزانه دو جوره. روزگار پیش میره. روزگار پیش میره، شکر است بر الله. این بوتای لیلامی از کجا میارین شما؟ این خو اصلا پاکستان نه، با ما از خود کابل میخریم. پل یک پیسگی میگن از شهر از اونجا میاریم. شما هم تو یک جوال بسته میخرین؟ نه جورکی میریم. جورکی. بله ها.
میریم اونجا جورگی 800 جوره می باشه خوشکده 400 جوریش میگیریم هم کارآمد خود ما را دیگهش میبونیم اینجا به خدا. خب سلامت بیر بار سر شمالی چطور شده؟ والا بیر بارش خوب است دیگه مردم سرگردان پریشان است برون مردم هم مزهش نیست اقتصاد مردم خیلی ضعیف است مثل سابقانه نه مثل سابق نیست پیش دولت سابق قواری. پیامتان چیست؟ پیام ما است که کار بار مردم افغانستان امارات اسلامی خواهش میکنیم که کار بار به مردم افغانستان میسر کنه. بس سلامت باش. بخیر باش. بخیر باش. تو کوز پکل تا پیچاندی که نشناسیمت؟ ها؟ یک چهار فروت کاف آواری فرار میگله میگه به خاطر اینکه نشناسن کسی. خوب است لالا؟ سلام. چی حال داری؟ خیریتی ان شاء الله؟ سلامت. بیا اینجا در پالیم است چی بگم است تو؟ چی میگنی؟ پیچکش چی میگنی؟ این پیچکش دیگه مربوط این بوتا میشه که مربوط به بوتا میشه. مفت مال کدام تو رو دیگر نزنی؟ نه نام چیست؟ نام قاسم خان. قاسم خان. بوت لیلامی سودا میکنی؟ بوت لیلامی سودا. بازارتان چطور است؟ شکر است الحمدلله دیگه یک ذره اقتصاد مردم ضعیفه دیگه هر سال که دیگه خوب است دیگه مثل سالهای پیش نیست. سالهای پیش نیست. بیربار سر شمال چطور است؟ شکر است خوب است الحمدلله. حال آزاد شدن نی؟ الحمدلله آزاد شد. پیامتان چیست داره؟ پیام ما دیگه اینمی است که یک ذره مردم از فقر بیچارگی بیکاری رنج میبرن. از امارات اسلامی خواهش می‌کنیم که این کاروبار یک ذره میسر کنه. سلامت باشی لالا. در کاربار درکت. بخیر باشی. خب وطندارا بیاین تو سعی کنیم که امروز یک بچه یک بود رنگ میکنه که یا حتما بفروشه. خوب هستی لالا؟ جورست. چی حال داری؟ سلام. نام چیست؟ شیرزای. بود فروشی میگنی؟ لیلامی؟ تنها خودت است یا پدرت هم است؟ که بچه کاکایم هستم. که بچه کاکایت هستی؟ شاگردی میگنی؟ روز چند میتید؟ روز 100 روپیه میتید. روز 100 روپیه میتید؟ مکتب هم میری؟ سنف چند رسیده مکتب؟ صنف 5. خودت کدام بوته خوش کردی به خودت؟ امیره خوش کردیم. امیره خوش کردی؟ باز بچه کاکایت میتید یا نه؟ میتید. خب دل ما جمع باشه. کدام از بچه کاکایت؟ اون اینجاست اونش. او سو پیش است؟ دیگه کراچی خونه داره نمیشه؟ اون است. او جام است؟ سلامت باشه لالا. بخیر. وطندار عزیز دیدیم بوتای لیلامی را بازارشان هم خوب است خدا رو شکر میکشن همیشه وقت باید شکر بکشیم. سلام لالا جان خوب هستی؟ بخیر هستی خوب هستی؟ خوب هستی ان شاء الله. نام چیست؟ مجیب رحمان. مجیب رحمان. به سیب سودا میکنی؟ بله. چقدر اشتی کار میکنی؟ یک 6 سال. 6 سال شد؟ 6 سال. روز خوب پیش میره؟ شکر هستم. خوب هستم. شکر میکنم. اما هر چقدر شکر بکشیم. شکر بکشیم. الحمدلله. الحمدلله. که زیاد شود دکان. خدا برکت میده. بیر بار سر شمالی چطور است؟ خوب است. بیر بار این نیست. سابق بار نیست. نه سابق بار نیست. بیر بار نیست حالا. گلاس چند حساب زده؟ 10 روپیه و 20 روپیه. 10 روپیه و 20 روپیه. خوردش که است 10 روپیه است کلاش که 20 روپیه است. چرا؟ زیاد بده ما. باش ما پولید بیم شکایت تو را من درج کنم اینجا. گفتی گلاس چند میده؟ گلاس 10 روپیه زرده که میده گلاس 20 روپیه اینمی سیب میده. خب توری تا در به تی طرف گلاس 20 روپیه سیب میده. نام چیست؟ نام خواجه صاحب نبی الله خان. خواجه صاحب نبی الله خان. بله. چی خوب نام دراز. بله. چی کاربار میکنی؟ دریور هستم موتور هستم. دریور هستی؟ بله. خب اونو میگه تو چرا کراسی رو میگیری؟ خب چه زاد کنم نگاه واقع مسافر زیاد میشه بیربار میباشه نمیصرفه باز 30 روپیه نمیگیریم اون 20 روپیه میگیریم. ما از کدام مسیر تا کجا؟ از یه تا فراریا 20 روپیه. 20 روپیه. خب یگان روزا میدی آب زرد. ما می پیشم برادر و زرده کو میخوریم ما سیبم نام خدا کاربار ما در چل است. در چل است. شکر خدا صاحب. در چلش یعنی چی؟ یا نمیچله. میچله. خود بگو در چلش است. در چلش است. پیام چیز گفتنی چیز؟ حالا دیگه چی پیام داشته باشیم دیگه اینم که کاربار سست است دیگه کلام که نیست دیگه آرامی است آزادی است خوشی است
این مقدار کم کار بار ما ضعیف است. خدا مهربان است همون میشه بالا شد. میشه دیگه کم کم میشه دیگه. سلامت باشی. قربان داشته. بخیر باش. چیز اشتیا داشته باشه ما در خدمت هستم. سلامتی. تشکر. کدامش به من خوب میگن؟ ما کم خوش نمیگه. سعی کنه. تو بیا این نزدیک کلاه داری؟ باید اسباب. یا چند از قیمتشان؟ یا 200 لالن. یا قیمت نمیگی؟ این آخر قیمت 200 روپیه. چطور میگه؟ تو بگو دیگه حال خواهی نمای ما تستی؟ خوبش نگه سعی کنی خوبش میگه؟ تو باید سعی کنیم وطندارا چی رقم میگه. نه یک رقم گریختگی جلال آباد داری معلوم میشه. جلال دیگه شو یکم تا میخرن یکم تا نمیخرن که شوقش است دیگه. هر کس شوقش است. چطور کاربارت؟ باشه که چیزی که جناب پروردگار باشه. بیربار سر شمال چطوره؟ والا بیربار سابق نمونده. بیربار سابق نمونده. نه. ترافیک اذیت تا نمیکنن. نه شکر. 100 تن تیر است. پیام چیز؟ پیام نداره لاله پیام ما از دیگه میفهمیم ایسی این خارجی ها دیگه ما خراب میکنن دیگه. چی خرابه؟ این فکر دیگه ایران نمیبینی کلا آجری افغانستان ما شما را میکشه. نه. تو اقدام نکردی که بری؟ والا پلان داشتیم بریم نگید. چی میکنی پلان؟ بهترین کراچی داری، بهترین کاروبار داری. بخیر. اگه اونجا بری چی خواد کردی؟ یک کاروبار پیدا میشد مسئله و میرفتم نش رفتن ما. انا خاطر ماجری افغانستان نمیمونه دیدی که از یک سر. کشتن زیاد شده. خب خیر باشه. پناه به خدا در کاروبارت برکت. بخیر. سلامت باشی. چیز کار داری؟ بخیر باشی لالا جان. وطندار عزیز تشکری خاص میکنم که شما بیننده گذار شما از چهارراه سرای شمالی بازار سرای شمالی هستین. خواستیم که متفاوت تر باشه. سلام علیکم بابا جان. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. نامتون چیست؟ نام خواجه مراد. خواجه مراد. بله. اینجا بوت و چبلی چیزا سودا میکنید؟ بله بوت و چبلی سودا میکنید. پلاستیکی بله. چطور از بازارایتان؟ خوبه خدا را شکر است. بیربار مردم چطور است سرای شمالی؟ خوب است. موی مردم خوب است. خو یک ذره خرید کم است. مردم کم اقتصاد است. ظرفیت دارن خرید نمیتونن دیگه. در روز 10 جوره 5 جوره میفروشیم کفاف خانوادگی میشه دیگه. میشه روزگار پیش میره. خوبه هیچ کده خوبه شکر. سلامت باشید. من تعجب کردم که شما اینجا کراچی موندین. اگر نگفته بودن غرفه رو براتون تسلیم میکنن. چطور باز اینجا کراچی ها رو اجازه دادن؟ اینجا قبلا هم کراچی ها بودن. کراچی ها خوب بود، سرک هم خرد بود. بله سرک هم خرد. نه می سرک بود. اونجا هم کراچی ها بوده اون طرف سر جدول. وارا وارداشتن دناخش آمده است اما اسما دیگه فعلا تا امرسانی معطل است که ببینیم چی میشه. کرا میتین اینجا؟ کرا میتین. نه کرا نمیتیم. ما چی جمع میکنم. چوکیداری میتیم خلاص کرا نمیتیم بله. خب بسیار خوب است که کرا نه. بله کمک میشه. میست کمک ما شده دیگه تا فعلا. خیر ببینن جای ان شاء الله براتون منظم جور کنم. بله. کمی بیربار ما همی بی‌نظمی خود میشارم خوب میشه. جور میشه. خراب نشه. حالا کشور ما رو به آبادی است بخیر. ان شاء الله. پیامتون گفتنیتون چیز کو بجان؟ با خیر آرام باشی دیگه پیامی ندارم دیگه. آرامی و ارزانی و علمی چیزا برای مردم آرزو دارم که برای مردم یک ارزانی و آرامی باشه. سلامت باشید. فعلا هم آرامی شکر. خیر بینی که در کار بار برکت. با خیر آرام. چندارا بوی کباب میاد. معلوم نیست در کجا پخته میکنید. سلام علیکم لالا. علیکم سلام. خوب هستین ان شاء الله؟ سلامت باشید. نام چیست؟ اسم عبدالمتین. عبدالمتین بوی کبابت خمید چهارراهی سرای شمالی را بیخی دیوانه کرده. والا دیگه کباب ارزان بای است، اقتصادی است. یک چیزی برای یک مردم بده که بگه خیر ببینی یک تشکری خدمت بکنم. خیر ببینی. خوراک چند است؟ خوراک 60 روپیه است، همراه نانش همراه چایش. چای هم داره. چایش رایگان. چند سیخ است؟ یک خوراکش 7 دانه سیخ است، همراه یک دانه نان. از مرغ از یا جگر؟ مرغ از جگر است، کباب چوپان از استخوان‌دار است. 3 نوع. چطور است کاربارتان؟ شکر است که 1000 بار شکر است. امروز که کم اینی کراچی ها رو ورداشته کارهای مردم کم ضعیف شده به خاطر از اینکه کراچی ها 4 تا غریب دیگه میشه نان چایشان هم میخوره
دیگه مردم پیسه‌دار خیجا نمیاد دیگه. نمو 4 تا غریب کراچیوان از نمو کراچیوان که کده کار بار طبعا دیگه کمی چیز میشه، کار بار تغییرات حتما میاد. ضعیف شده کارای ما. کاروبار خود ضعیف شده، معلوم دار است. بله. بیروبار بازار سر شمال چطور شده؟ نظمش بسیار خوبش است، بسیار خوب است دیگه. ما از نظمش کدام مشکل نداریم. مقصدم 4 تا کراچیوان است، این غریب کاری از ما از 5 نفر دیگه در سر می کراچیوان است دیگه. یعنی کراچیوان کارش هم می خوراک کباب میخوره، یک دو خوراک میبرد، توانایی 100 افغانی رو یا 200 نداره که بره رستوران نان بخوره. یعنی میشه هم اقتصادی است، هم نانش برابر بدلش میشه، چایش هم راگان است، میخوره. او را که ای کنه مثالش نای میکنه، مثالش کسایی که موظف است وای میکنه، مسلمان کارش نمیشه، کار از او که نشده از ما نمیشه دیگه. مشکلات است. سلامت باشی لالا. ممنون، تشکر. پیام چیز برای مردم؟ پیام برای مردم خود چیزی نیست. مردم بیچاره چیزی نیست که ما بگوییم تا مردم. برای دولت یک پیام داریم. امارات اسلامی باید کوشش کنه که برای مردم از خود بسازه و چیز امنیت خوب است دیگه. یک ذره برای مردم کار بار مساعد بسازه. بعد از او اگر کراچی کشید یک جای دیگه شد مشکل نیست. او که یک کار بار به مردم مساعد شود مشکل نیست. در این سر کار نمیکنه، میره یک جای منظم کار میکنه، کدام مشکل نداره دیگه. تشکری از شما میکنم که آمد زحمت کشیدین. بشینین نگام چای کباب براتون جور کنیم. بخیر باشین، در کار بارتون برکت. موفق باشین. ان شاء الله باز خواهد آمدین پیش. ان شاء الله بخیر باشین. سلامت باشین. سلامتیتون. وطندارای عزیز، این بود گزارش ما که خدمت شما عزیزان تقدیم کردیم از چهارراه بازار سرای شمالی. آرزو میکنم مورد پسندتان قرار گرفته باشه و باز هم از شما تقاضا میکنم که چینل ما رو سابسکرایب کنید. چینل ما همیشه در خدمت شماست. کامنت های زیبایتان رو بنویسید، لایک شیر یادتان نره که برای من انرژی میبخشه. تا گزارش بعدی که مشایخ احمدی در خدمت شما در یکی از برنامه‌های متفاوت قرار میگیرم، شما رو به خداوند یکتا میسپارم. شب روزتان خوش، خدا نگهدار.